خوشبختانه انقلاب همه چیز رو دگرگون کرد. ما رکورد زدیم. ایران در رتبه اول سطح علمی ما پیشرفت کردیم. پیشرفت علمی است، پیشرفت فناوری است. 100 برابر قوی‌تر به جلوتر هستیم. 11 برابر متوسط دنیاست. میگن 11 برابر رشد متوسط دنیاست. ما رکورد زدیم. پیشرفت‌های برجسته دارو، حمل و نقل، مسکن. گزارش مراکز علمی معتبر دنیا، مرتب کشور جلو رفته است. ما رکورد زدیم. در حوزه دانش‌های پیچیده پیشرفت کردیم. سریع‌ترین رشد علمی جهان. کشور داره پیشرفت میکنه، نه فقط یه پیشرفت خیلی بطی، نه، در حال پیشرفت. ما رکورد زدیم. یک ژاپن دیگری، اونم اسلامی، به وجود بیاد. این حرف بی خودم گفته نشده، برای خاطر اینکه کشور ما از لحاظ رشد، یعنی سرعت رشد، به قول رائج معروف مرق رشد علمی و تحقیقی، در یک برهه‌ای از زمان در همین دوره خودمون، در همین چند ساله در دنیا بالاترین نرخ رشد رو داشته بر حسب آمارها.